سلام، حال احوالتون چطوره؟ مهشیدم. میخوام که امروز در مورد چیزی باهاتون صحبت کنم. همونطور که میدونید، اگه دقت کرده باشید، مثلا وقتی سرچ میکنید که مثلا در مورد تیتوشان، بیشتر مثلا کسایی که توی این مدارس حالا درس خوندن و اینا، اون آدما میان و تجربیاتشون رو بهتون میگن. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام که تجربیاتم رو در مورد خوندن برای آزمونش بهتون بگم. در واقع راستش رو بخواید، احساس میکنم این تجربیات شاید خیلی به دردتون بخوره. خب ببینید، اول میخوام یه مقدمه بگم که اصلا تیتوشان چیه. ببینید، ما یه آزمونی داریم به نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیتوشان که این مدارس در واقع برای 6 به 7 و 9 به 10، که حالا من شنیدم که برای 6 به 7 برداشتن و بر اساس معدل این رو در نظر میگیرن، ولی حالا 9 به 10 حالا سر جاش هست. که من خودم امسال 9 بودم و شرکت کردم و میخوام که این تجربیات رو بهتون بگم. در واقع بعد اینکه توی تیتوشان در واقع حالا چه فرقی دارن با هم دیگه. 100% خیلی جاهای مختلف شنیدید، همتون این اطلاعات رو دارین، ولی خب من باز میگم حالا کسی ندونست. فرقشون اینه که توی مدارس عادی، همون از اسمش پیداست، عادی تدریس خواهد شد و مهمترین چیز حالا معلمینا نیستن، مدرس و اینا، بیشتر اون جویه که وجود داره که مثلا توی محیط خیلی درس خون و اینا باشید و اینکه اگه حالا دوست داشته باشید، حالا بهش میرسم که حالا بهتری شرکت بکنید یا نه. اگه مثلا میخواید یه هدف مشخص دارید که برای کنکور بخونید یا درستون خوبه و دوست دارید شرکت کنید، به نظرم میتونه مسیر جالبی باشه و اگه قبول بشید. حالا همونطور که گفتم مهم جو بشه، چون مثلا تو اون جو خیلی بچه درس خونا هستن، ممکنه بعضی همون درسشون خوب باشه ولی مثلا خیلی هم مثلا درس خون نباشن، ولی بیشتر بچه‌هایی که اونجا هستن درس خون رو به گلی خرخونن و در واقع اینطوریه دیگه. ولی مثلا تو مدارس عادی بچه‌های درس خون داریم، بچه‌های متوسط داریم، بچه‌های حالا درس نخونم در واقع داریم که حالا پی خوشگذرونی و اینا، که حالا من از کدومم؟ من در همون حد متوسطم در واقع، نه خیلی درس خونم نه خیلی درس نخونم، اون وسط خوبه، اون وسط. به نظرم زیادم درس بخونید جالب نیست. اگه دوست دارید نمیخوام زدتون کنم یا مثلا نظرتون رو برگردونم، ولی در کل از الان نباید خیلی درس خونید. برای 9 حالا میرسم بهش که بخونید، ولی 7 و 8 بخونید درساتون رو، ولی اینطوری نباشه 12 ساعت برید تو کتاب، مثلا صبح بری شب بیای بیرون، اینطوری نباشه. که فکر نکنم کسی اونطوری باشه، ولی من مثلا یه چند تا دوست داشتم که اینطوری بودن و خیلی برام عجیب بود چطوری میتونن این همه درس بخونن. و حالا داریم دیگه از اینجور آدما. حالا اینا رو بهتون گفتم. ضریب توی آزمون اگه بخواید شرکت کنید، ضریب بندی درس ها مهمه در واقع، و این ضریب ها هم توی آزمون تیتوشان و نمونه یکسانه، ولی اون درصد اون 2 تا دفترچه که میزنید فرق داره. این 2 تا دفترچه چیه؟ یه دفترچه استعداد تحلیلی داریم و یه استعداد تحصیلی، که تحصیلی همون شامل درس هایی میشه که میخونید، همون مثل دینی و قرآن و فارسی، مطالعات، عربی، علوم تجربی که البته اینا تفکیکی هستن، یعنی زیست و شیمی و فیزیک و زمین شناسیه و که همشون زیر شاخه علوم تجربی هستن و در واقع ریاضی. زبان رو نداریم و همینا که باگرمه و اینطوری دیگه. حالا استعداد تحلیلی هم شامل هوش‌های مختلف مثل هوش کلامی و درک مطلب، هوش تصویری،
هوش فضایی، هوش منطقی و هوش ریاضی میشه و هوش خلاقیت هم داره در واقع. و همینطوری دیگه. بعد باید بگم که اینا من مشکل دارم با این همونجا. خب این درس‌ها توی این دوتا آزمون درصدشون متفاوته، درصدی که پاسخ میدیم. ما در واقع مثلا برای پاسخ‌های درست این ضریب‌ها در نظر گرفته میشه که اگه مثلا به ریاضی و علوم تجربی و فارسی جواب مثبت بدین ضریبش 3، یعنی 3 برابر میشه یه جورایی. و بقیه درس‌ها ضریبشون 2 و یه دونه عربیه که ضریبش 1. و جونم براتون بگه که هوش تحلیلی ضریبش طبعا نمیدونم. خب حالا این درصدا چطوریه؟ برای نمونه دولتی اینطوریه که 60% باید پاسخ درست بدیم به استعداد تحصیلی و برای 60% بود. آره 30% پاسخ بدیم به استعداد تحلیلی یا هوش و 10% هم که معدلتون تاثیر داره. و توی چی بود؟ سیسوشان 50% تحلیلیه و 50% تحصیلیه. و خب توی سیسوشان 100% خیلی بیشتر باید جواب بدید و درستاتون باید خیلی بیشتر باشه. دیگه من براتون بگه که من همیشه گفتم در این باره بهتون، یکم فکر کنم دیگه. همین هستیه. آره همین هست. حالا بریم سراغ چیزایی که باید در مورد تجربیات هم بهتون بگم. خب اول اینکه درباره اینکه بهتر شرکت بکنیم یا نکنیم. در این باره باید بهتون بگم که بستگی به خودتون داره، بستگی اینکه چطور آدمی هستید در واقع. اگه واقعا دوست دارید که مثلا توی محیطی باشید که همه درس خونن، به درس اهمیت داده میشه، همه هدف دارن، اگه این مثلا خودتون برای آیندهتون هدف دارید، به نظرم اینکه امتحان بکنید بد نیست. یا مثلا اگه واقعا هدفتون جدیه حتما شرکت بکنید و به خودتون هم حتما ایمان داشته باشید که قبول میشید. ولی اگه مثلا 50-50 که شرکت بکنید یا نکنید، حالا مثلا زیاد براتون فرقی نمیکنه، ولی مثلا اگه مثلا شرکت بکنید و قبول بشین خوشحال میشین، به نظرم به تجربهش میارزه و شرکت بکنید. حداقل اگر قبول نشدید حداقل تجربهش رو داشته باشید. ولی مثلا کسایی هستن که اصلا بهش فکرم نمیکنن، یا مثلا دوست ندارن زیاد درس بخونن، یا مثلا هدفشون یه چیز دیگه است، هدفشون درس نیست، مثلا شرکت نکنید، اصلا سمتش هم نرید. خب به ذهنتون خطور هم نکنید که بخواید بخونیدش خب برای اون آزمون. ولی خب من تجربه شخصیمو گفتم، مثلا اگه خواستین بخونید تصمیم با خودتون. مسئله دوم منابع هست. من در این موضوع نمیتونم نظری بهتون بدم، چون اینا دوباره کاملا بستگی به خودتون داره که با چه کتابی میتونید بیشتر مشق بشین. ولی خب در واقع من خودم برای تحصیلی کتاب جامع IQ رو در نظر گرفتم و اینم بهتون بگم اصلا فکر نکنید از هر مثلا درس 2 کتاب تست به این کلوفتی بگیر خوبه ها، یا مثلا اختصاصی باشه. به نظرم جامع استاندارد خیلی مناسب تره از اینکه 100 کتاب داشته باشید حالا روی هیچ کدوم هم باز نکنید. و برای استعداد تحلیلی یا هوشم هوش کمپلکس و ماتریکال رو بهتون معرفی میکنم و ترجیح هم این دوتاست. حالا باز بستگی به خودتون داره، نمیگم من اینو گفتم حتما به اینا رو بگینا. بعد دیگه شرکت در کلاس ها، من خودم به شخصه دوست داشتم که شرکت بکنم و به نظرم موثرم بود برای من. خب
باز نمیخوام مقایسه کنم اگه کسی میخواد خودش بخونه، مثلا خودخوام باشه یه جورایی، کلاس شرکت نکنه، کلاس خاصی، نمیگم نمیتونه و قبول نمیشه. چرا؟ اگه واقعا بخونید، تلاش کنید، حتما قبول میشید 100%. بستگی به خودتون داره. باز من اینو هی تکرار میکنم که بفهمید همه چی وابسته به خودتونه. ولی خب من دوست داشتم و شرکتم کردم توی کلاس های مجازی بود، البته آنلاین بگونید، و نظرم خوب بود. میدونی یه سری باید اسمش چیه؟ بگونید تجهیزات هم نمیشه بهش گفت، امکانات، یه سری امکاناتی رو به شما میده و این خوبه. مثلا آزمون‌های شبیه ساز و جزوه و کلاس های آنلاین و اینا که من خودم ماست شرکت کرده بودم و حالا شرکت خواهم کرد در واقع. بعدی برنامه‌ریزیه که خیلی 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 مهمه به نظرم. من خودم به شخصه تا قبل از عید امسال برنامه‌ریزی درستی نداشتم، دارم میگم دیگه، و به نظرم این مهمترین بخش خوندن برای این آزمونه، برنامه‌ریزی. حتما اینو انجام بدید. حالا اگه بخواین، حالا من یه ویدیوی جداگانه در مورد برنامه‌ریزی میگیرم. حالا من فعلا این در واقع تایتلایی که بهتون میگم و حالا دارم یه توضیح خلاصه و مثلا مفید و مختصر بهتون میگم. حالا اگه خواستید میتونم در مورد هر سوالی داشتید توی کامنت ها بگید، من بیشتر راجبش بهتون توضیح میدم. بعدی حالا برنامه‌ریزی درستم یه خلاصه بهتون بگم، اینطوری نباشه که پاشید هر روز فقط به یه درس اختصاص بدید. اصلا اینطوری خوب نیست. به نظر من درس ها باید متفاوت باشه هر ساعت. حالا ساعت بندیش هم حالا بستگی به خودتون داره، ولی اینطوری هم 2 ساعت نه ها، تهش 1 ساعت تا 1 ساعت و رو. استراحتش هم ترجیحاً 1 رو باشه که حالا به استراحتش هم میرسم. خب 10 دقیقه تا 1 رو که من حالا 1 رو بیشتر ترجیح میدم. اینطوری دیگه برنامه‌ریزی. بعد در واقع همونطور که گفتم، مثلا 1 روز فقط ریاضی، 1 روز فقط علوم، اینطوری نباشه. اصلا اینطوری خوب نیست. هیچ وقت این روش رو امتحان نکنید. بعدی عدم تأخیره. وقتی برنامه میریزید اینطوری نباشه که مثلا دیشبش خب دیگه من برنامه رو ریختم، از فردا میشینم اونو اجرا میکنم، فردا که میشه حالا بذار برم حالا یه رو فوتبال نگاه کنم، برم حالا ببینم دوستم چی گفته، مثلا هی تأخیر بده، برم حالا یه چی بخورم. نه اصلا به این فکرم نیفتید. تا جایی که میشه سعی کنید اهمال کاری نکنید. آقا جان نکن. بعد حالا شاید الان مثلا شما شروع نکرده باشید به خوندنش و نصف حرفایی که میزنم رو نفهمید، بیفتید رو رنتک، بیفتید در راه درس خوندن، میفهمید چی میگم. بعدی هدف گذاری مناسب، اینم به برنامه‌ریزی خیلی ربط داره. ببینید خیلی راحت بذارین براتون روشن کنم. وقتی یه برنامه می‌ریزین یعنی یه هدفیه که ریختین توی برنامه. خب نمیدونم چجوری بهتون توضیح بدم. انگار برای اون هدفی که میخواین بهش برسین برنامه می‌ریزین دیگه، درسته؟ حالا ما هدف گذاری‌های مختلفی داریم. خب هدف گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم که این هدف گذاری که من میگم بیشتر برای کوتاه مدت و بلند مدت. در واقع کوتاه مدت منظورم چیه؟ مثلا برای 1 هفته، برنامه‌ریزی برای 1 هفته، و اون بلند مدت برای رسیدن
به نتیجه خوب برای آزمونه. این هدف گذاری اینطوری مثلا برنامه که می‌نویسید، هدفایی که برای اون هفته میذارید اینطوری نباشه که خب من این هفته باید مثلا اونجا که به دوران جنبندی درس میگیم توی هفته 5 فصل ریاضی رو بخونید. میشه، نمیگم نمیشه، ولی یکم بفهمید خود. یا مثلا چه میدونم حیوانی نامصب نمیداره حرفم بزن. مثلا چی بگم بهتون، مثلا تستای زیاد بیش از حد انتظار، مثلا توی هفته 2000 تا تست ممکنه؟ مگه ممکن هست؟ تا نمیگم نیست، کدام قابل اجرا باشه، میفهمید؟ بتونید انجامش بدید. یا مثلا نه برنامه که برای مثلا برای روز شنبهتون نوشتید یا خدا این دیگه چیه نوشتم من نمیتونم، همون لحظه اصلا میگیم ول کن درس دیگه چه گفتیه. بعدیش اجرای درست برنامه است که اینم بهتون گفتم. این بحث مهمی، استراحت، خواب و تغذیه مناسب. استراحت که مربوط به همون استراحت بین تایم های درسیتونه که بهتون گفتم توی استراحت کردن اصلا سمت چیزی نرید که فکرتون رو درگیر کنه. مثلا تو اون یه رو برم ببینم دوستم چی گفت، مثلا برم پیامو بهش دادی برم ببینم چی گفت، مثلا جواب چی داده بهت، یا برم حالا 4 تا ریلز تو اینستا ببینم حالا چی میشه، یا چه میدونم برم حالا ادامه اون سریالی که شروع کردم و ببینم. من فکر کنم سریال خیلی هم چیز باشه. بعد این کارو نکنید، سعی کنید توی اون 10 دقیقه تا یه ربع تایم استراحتتون ریلکس کنید، یه چیزی بخورید تا تایم استراحتتون تمام بشه. اسمش میشه استراحت. بعدیش خواب مناسبه. اصلا به این فکر نکنید که چون مثلا همزمان با اینکه میخونید باید درسای مدرسه هم باید بخونید دیگه. اینطوری نباشه که تو اون برنامه که میریزید اینم بگم مثلا فقط اختصاص ندید به درسای مدرسه یا فقط اختصاص ندید به درسایی که برای آزمون میخونید. و اینم خیلی مهمه چون این خوابتون رو به هم میریزه اگر به برنامه درستی نداشته باشید. خواب در هر صورت خوابتون منظم باشه. خواب منظم، بیداری منظم، یعنی به موقع پاشید، به موقع بخوابید. چون اگه خواب درستی نداشته باشید کلا صبح که پاشید زودم پاشیدن بده. بکن یکی شب 2 شب خوابیده ساعت 6 پا شده، میشه که حالا بگید نه ما خواب کم برامون بهتره، ما خیلی بهتر میتونیم درس بخونیم. اینم از این. پس اینم حواستون بهش باشه. گرم خوش شده ما تفصیلم. بعد من دیگه چیه؟ تغذیه هم که وقتی صبح پا شدید حتما صبحونه رو بخورید. صبحونه خیلی مهمه. یه شکلات برداری بگی صبحونه تا مثل آدم میخورید. بعد دیگه چی موند؟ بحث قشنگ تست زنی. ببینید من این سه نوع تست رو بهتون پیشنهاد میکنم. تست آموزشی، تست تثبیتی، تست زماندار. حالا اینا چی هستن اصلا؟ تست آموزشی از اسمش پیداست، ما یه درسی رو میخونیم به صورت حالا تشریحی یا حالا حلیاتی، اینو میخونیم، مطالبش رو میآموزیم. حالا باید بیایم چیکار کنیم؟ بیایم تست بزنیم.
اصلا به این فکر نکنیم ما درس رو خوندیم دیگه حتما قبولیم ها. تست نزنی هیچی نمیشه. تست آموزشی از اسمش پیداست. یعنی تو میری تست هایی رو پیدا میکنی و میزنی که به یاد گرفتن بیشتر اون موضوع کمک کنه و وقتی که اینا رو زدی بلافاصله بعد از اینکه اون تست رو زدی میری چکش میکنی. خب میری چکش میکنی درست زدی یا نه. اینجوری نباشه که از همین آموزش و تثبیت شروع کنید به تایم گذاشتن ببینیم توی نیم ساعت مثلا 30 تا تست کنیم. اون توی همون تستای زمان داره از اسمش پیداست. پس اینو گفتم بهتون تستای آموزشی. یه سری تستا برای تستایی که اون چیزی که یاد گرفتید رو تثبیت میکنن. پس و اونا هم که زدین بلافاصله برید چک کنید و به این چک کردن همون میگن تحلیل کردن. و یه دارم تست زماندار داریم ولی این تستایی که مثلا زمان دارن بستگی به خودتون داره که چقدر ظرفیت داره که تست حل کنید توی اون زمانه. تست هم که خودتون میدونید زمان هر یک تست 1 دقیقه است. حالا اگر نتونستید از الان شروع کنید میتونید یه تایم اضافه هم بر خودتون بذارید. مثلا 30 تا تسته میتونید شما 45 دقیقه به خودتون تایم بدید. حالا اولش دیگه ولی اونجایی که دیگه به آخرش رسیدین تو همون تایم باشه. بعد و اینا که گفتم اینا رو دیگه دونه دونه نمیرید چک کنید. اینا رو هم موقع تمام شد بعد میرید اینا رو چک میکنید. بعد این تستنی خیلی 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 چیز مهمیه و منم اولا فکر میکردم که یه چیز بد نخوریه و خیلی برام سخت بود که بیام تست بزنم. خدایا هم ندارم اینجا بشین الان دیگه ویدیو تمام میشه دیگه. بعد دیگه آزمون‌های شبیه ساز. این آزمون‌های شبیه ساز بستگی دوباره به شما داره که کلاس شرکت کرده باشید یا نه. اگه کلاس شرکت کرده باشید هر چند هفته یه بار از شما آزمون‌های شبیه ساز میگیرن و اگر شرکت نکردید دوست نداشتین باید که حتما آزمون‌های سیسوشان سالهای پیش رو حل کنید. این هم حواستون باشه حتما اینا رو انجام بدید. و مهمترین بخش این تست ها و آزمون هایی که زدید تحلیلاشونه. تحلیلاش مهمترینه. یعنی من خودم هم اینطوری بودم که تحلیل کردن تست ها و آزمون ها به شدت برام سخت می اومد و شاید همین الانم بیاد ولی که من عادت دارم. خیلی مهمه چون توی همون تحلیلا خیلی چیزا یاد میگیرید. خیلی چیزا هست شما نمیدونید و وقتی اون تست رو میرید تحلیل میکنید یاد میگیرید که اون چیه. بعد سعی کردم از همش به صورت خیلی مختصر و مفید حرف بزنم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، بعد زنگوله رو بزنید دیگه. سوالی داشتید، پیشنهاد، انتقاد تو کامنت ها بگید. همین دیگه. ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. خداحافظ.